دوستای عزیز فعلا رسیدیم به کدام منطقه؟ حاجی مومن خان و شیرین آقا. نوایش هم بسیار خطرناک. نوای بسیار عجیب و غریب. ما به همین ساعت که رسیدیم دیگه آب و هوایی که بود نسبتا گرمتر شد. شما میفهمین آب و هوای جلال‌آباد نسبتا گرمتر است. دیگه تاثیراتش کم کم حس میکنیم. دیگه فکر کنم که باید یک نیم ساعت یک ساعت راه دیگه هم سفر کنیم تا که برسیم بعد. نیم ساعت فکس را مونده که برسیم بخیر به سروبی. و بعد از این دیگه این کوه خلاص بشن و سرک هموار است دیگه. انشاءالله ببینیم که سفر چه رقم است، چون ما راه را زیاد بلد نیستیم دیگه. ما و شما یک جای خاط دیدیم که راه چه رقم است. انشاءالله بیننده باشه و ویدیو رو تا آخر ببینید. ایزر گرم آمده باش که ایزر باد ندازیمش آو یک چند دقیقه بانیمش بید 70 کیلومتر دیگه مونده بخیر به جلال‌آباد برسیم دیگه. ما خیلی منزل زیاد کردیم، منزل کردیم اومدیم اینجا بر شما ویدیو گرفتیم. خدا کنه خوش شما به و شما ویدیو حتما سابسکرایب کنین چینل و از ویدیو ما را حتما لایک کنین. منتظر کامنت هایتان هم هستیم. حالا فعلا منتظر باشید که بخیر آب سروبی نزدیک هستیم. بخیر دوستان فرصت حال میرسیم. بالاخره رسیدیم بخیر. هدف ما کجا بود؟ کجا رسیدیم؟ ما میخواستیم بیاییم سروبی، اما حتما نصیب ای بوده که بیاییم و ای آب و هوای زیبا را در نقلو هم سراب سبز، سراب زیبا بسیار همون فضایی که در فیلم هم که آدم میپاله همون یک چیز شاید در نصیب آدم نشه که ببینه. نصیب ما ای بوده که بیاییم و از نزدیک ببینیم. یکی خو طبیعت پروردگار که مثلا به خاطر بنده های جور کرده و به این دنیا دیگه سرسبزی و خرم شدی دیگه وطن خودت دیگه یک روز روشنه که بسیار یک روز بسیار خوب بی شمال دیگه یک احساس بسیار خوشی بسیار همه چیز مناسب باید از او کرده که دوست و رفیق آدم در کنار آدم باشه. از او کرده چی لذت بخش است، چی چیز بهتر می باشه، چی لذت بخش است. و آرزوی ازی را داریم که همه این کسایی که در داخل وطن هستن و بیاین و ببینند یا و بعد از این کوشش کنن که اگه آمدنی هستن زودتر بیاین به خاطر که هوا خیلی گرم میشه زیاد. و کسایی که در خارج هستن خدا اونا بخیر برسانه از طریق اگه نمی ویدیو رو ببینن یک تازگی و تراوت در وجودشان زنده میشه. ما نمیفهم که اون قضیه چقدر است که یک بار پایین بره
اما اون طرف دریا واقعا میره کاوبودی هم قشی تا اتنی نزدیکا هم قش فکر کنم که زیاد نیست، شاید حدود نیم متر الا 1 متر باشه، اما وسطش با زیاد است. نه بسیار زیاد است. زیاد است؟ این فکر کنم خبر رفت کامل هیچ چیز تو شاید در حدود 1 متر باشه، ولی وسطش زیادتره به خاطر که سرعت هوا هم زیادتر است. این طرف بسیار آب سرد ماهی هم داره. ماهی هم داره. شما ببینید دریا را و لذت ببرید. ما خود خیلی زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. نگفتن همانه دوستای عزیز، به خاطر اینکه آدم بخواه که مثلا یک روز خود در طبیعت بگذرانه، چالنج ها داره. چالنج ها شاید شما امکانات هم داشته باشین از ما که زیادتر. ما که در یک موتورسیکل میتونیم بیاییم، شما انشالله که امکاناتتان هم زیادتر است. دیگه ما جز از طبیعت هستیم، باید یک مقدار وقت خود در طبیعت هم بگذرانیم. بیشتر گفته جز از طبیعت هستیم، من گفتم شاید هم غذای ماهی ها را بگیریم. چی بود تاموش کنم؟ شیرمست بود چی بود؟ غذای ماهی ها هست. واقعا میارزید، یعنی زحمتی نکشیدیم ایرای که آمدیم چی آمدیم میارزید. و خصوصا دی پلی که آمدیم پل لرزان بسیار یک پل خطرناک بود. تو میگی تیز برو، ما میگم هیت دارم مردم محل خوب همراه پل با عادت دارن تیز بینن. محترم من خودتم گفتم که با سرعت زیادتر یک ذره تیز شه یا قدر باز شاید لرزه نکنه، ولی من بار اول بود ترسیدم یک ذره. یک ذره دفعه بعدی که بیایی انشالله دیگه دل جمع تیر میشی. و اون طرف هم بچه ها افتکاب بازی دارن، ما هم میپیاندیم. خوب هم تو فضایی هست که هوا نیست که زیاد یخ باشه و زیاد گرم هم نیست دیگه. خوب از اون اندازه خوب آب بیخی هم تو درجه حرارت مناسب داره. و واقعا ما در راه را گفتم که چقدر زیاد با شما بیریم، چقدر زیاد میریم تسکیل فکر که آمدیم، خیلی زیاد راه آمدیم، یعنی میارزید نمیارزید؟ از خود تگه این سوال والا میارزه، چرا نمیارزه؟ به خاطر ازی که وقت آدم خوش تیر میشه دیگه. چالنج هم هست دیگه. باز ما که اگه نبیاییم ویدیوها را کی بر بینندای ما پر کنه دیگه. فکر کنم ما خود اولین نفر هستیم که با یک موتورسیکل شروع کردیم که مناطق مختلف شاید در افغانستان، در کابل و معمولا در کابل هم شاید سفرهای ولایت هم کنیم. حتی مناظر که ببینیم دیگه موضوع اگه کدام انگیزه نداشته باشیم هم باز هم انگیزه پیدا میکنیم. خب دوستان، ما شما را 2 دقیقه یا 3 دقیقه برای شما را بگذاریم یک چنین طبیعت زیبا را شما ببینین و روشنی صفحه دیوایستان هم زیاد کنین و صداش هم بلند کنین و از یک حس بسیار آرامی براتان میده. این شما با این ویدیو و امیدوار هستم که خوشتان بیاید.